اگه عضو هیئت مدیره یک شرکت هستید یا حتی جزو مدیران ارشد یک شرکت هستید، شرکتی که بیزنسی داره که میتونه اون بیزنس رو انتقال بده به استرالیا یا توسعه نمایندگی در استرالیا داشته باشه و توسعه اون رو در استرالیا پیگیری بکنه و این سوال رو دارید که مسائل هولوش ویزای همچین فعالیت و همچین انتقال بیزنسی رو چطور میتونید هندل بکنید و داشته باشید، با من همراه باشید در ادامه ویدیو. ویزای اسپانسر کارفرما دو قسمت اصلی دارن. ویزاهایی که به افرادی که اسپانسر اونها یک بیزنس استرالیایی هست تعلق میگیره، استاندارد بیزنس اسپانسرشیپ، و یا ویزاهای اسپانسر کارفرما که اسپانسرشون یک بیزنس خارج استرالیا است، Overseas Business Sponsor یا OBS. پس اگر که شما یک بیزنسی رو دارید در ایران یا جزو مدیران اون بیزنس هستید و اون بیزنس میخواد در استرالیا توسعه نمایندگی بده، شما میخواین به عنوان نماینده اون بیزنس بیایید در استرالیا کسب و کار رو توسعه بدید، شروع بیزنس رو انجام بدید و نیاز به یک ویزای ولید دارید، ویزاهای اسپانسر کارفرما میتونن برای شما هم کاربردی باشن. با ما همراه باشید، جلسه مشاوره درخواست بکنید، در خدمت شما باشیم، چون اطلاعات خیلی زیادی در مورد این ویزای OBS میتونیم به شما بدیم، از جمله که چطور میتونید اون رو عکس بکنید، آیا شرطشو دارید یا نه، چه مدت طول میکشه، هزینه‌اش چیه، چطور میتونید انجامش بدید و از همه مهمتر این که بعد از اینکه وارد استرالیا شدید چطور میتونید این ویزایی که دریافت کردید رو در مسیر اخذ اقامت دائم استرالیا قرار بدید.